جاکش من گفتم انتقام بگیرید، رفتی گندم و دانه های خوراکی آمریکایی با پولی که برای حزب الله و بقیهشون هست خریدی. ما همه امروز اون سنگر رو از بچهای لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز بپاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم، با قدرت بسازیم، در همه بخشاش بسازیم. حرفای خیلی قشنگی بود، ولی برای زمانی که دشمن به خاک کشور ما تجاوز نکرده باشه. گویا رئیس تیم مذاکره با شیطان اساسا فراموش کردن که ما دوچار تجاوز نظامی شدیم. مبنا از کجا داره میاد؟ آدم تعجب میکنه. دشمن داره تهدید نظامی میکنه. بعد شما حرف از اقتصاد میزنید که سالیان سال باید پاش میایستادید و حلش میکردید. امروز یادتون افتاده؟ سوال، اگه شما لانچرها رو از میدان ما بگیرید، دشمن شما هم ادوات نظامیشو بذاره زمین، دیگه به شما حمله نمیکنه؟ با شما هماهنگه؟ چند بار قراره این روند غلط رو تکرار بکنیم؟ این مبنای تفکری جناب بزرگوار رئیس تیم مذاکره با شیطان از کجا داره میاد؟ من مبنا بدم خدمتشون. امام شهید ما سال 95 برج 6 فرمودند تنها پاسخ تهدید نظامی ایجاد اقتدار نظامی و دفاعی و رعب و وحشت در دشمنه. بعد بزرگوار این وسط نشستن برای ما دارن از سازندگی صحبت میکنن. مگه زمان نداشتیم برای سازندگی؟ وسط جنگ ما لانچر رو بذاریم کنار؟ آقای قالیباف، میخوای لانچر رو برداری، لانچر رو بگیری از نیروهای مسلح که اقتصاد مردم رو درست کنی؟ متوجه نمیشم. خب اقتصاد مردم رو درست کن. مجلس رو بالای 100 روز بستی، نماینده مجلس دادشون در اومده، نماینده من مردم، برو مجلس رو باز کن، یه ذره نظارت بکنیم به این دولت و این قیمت ها، اقتصاد درست میشه. چه ربطی به لانچر داره؟ لانچر رو بگیرم که اقتصاد مردم یعنی چی؟ میفهمی داری چی میگی؟ اصلا شبیه کد حرفات. اقتصادو درست کن. بچهای لانچر هم دارن وظیفه‌شون انجام میدن، دارن جون میدن برای من و شما. با ما شوخی داری یا میخوای ما رو هرس بدی؟ مردم مبعوث میخوای هرس بدی، سکته بکنن یا چی؟ داستان چیه؟ مجلس رو باز کن، وگرنه نماینده‌های مجلس میان جلوی مجلس دست میکنن، همونجا صحنه علنی رو به راه میندازن. میگی نه؟ نماینده‌های با شرف مجلس این کارو خواهند کرد و ما مردم مبعوث میخوایم از نماینده شهرمون در کل کشور. خطای محاسباتی جناب آقای قالیباف به سطح خطرناکی رسیده. فراموش کردن که در سایه همین لانچرهاست که ایشون الان در امنیت میتونن بیان بشینن در مورد مباحث مختلف صحبت بکنن. این